به نام آن که بر ما جسم و جان است، خدای آشکار و نهان است. به نام آن که ملکش بی زوال است، خیرت در وصف ذاتش گنگلال است. بعدن السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. بزرگی میگوید اگر دیدی که فرزند کسی منحرف شده است، پیش داوری مکن. خانواده اش را مسخره و متهم به بد تربیت کردن فرزندانشان مکن. آقا پدر شما بلد یه دودوت هم کی شما یه شرمنده شما بلد یک تاکی کوه با زندگان میکنی بلد آب رو پنجکن ریزونده شما بلد بلوگر شده گفته یه شرمنده یه بخدو در روم غلطه دودو بچه گو میبینم اولی در پنجکن میبینم دودوتا من میرم نزدیکی با. زیرا که نوح علیه السلام با مشکلی فرزند و همسرش مواجه بود، در حالی که مشهور به صفی الله بود. کسی را که همه به او ناسزا میگویند و از او به بدی یاد میکنند مسخره و مگو که وضعیت شبهه برانگیز دارد. زیرا که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ساحر و مجنون میگفتند، در حالی که او حبیب الله بود. کسی را که از قومش اخراج کردند مسخره و نگو که بی ارزش و بی جایگاه است. زیرا که ابراهیم علیه السلام را راندند در حالی که مشهور به خلیل الله بود. زندان رفتی زندانی را مسخره مکن. زیرا که یوسف علیه السلام سالها زندانی بود، در حالی که مشهور به صدیق الله بود. ثروتمند مفلس شده و بی پول را مسخره مکن. زیرا که ایوب علیه السلام بعد از ثروتمندی مفلس و بی چیز گردید، در حالی که مشهور به نبی الله بود. شغل و حرف دیگران را تمسخر مکن. زیرا که لقمان علیه السلام نجار، سخندان و چوپان بود، در حالی که خداوند در قرآن مجید به حکیم بودن او اعتراف دارد. پس دیگران را پیش داوری و مسخره نکنیم، بلکه حس خوب به دیگران داشته باشیم. با شما بودم بنده عبدالله، یکی شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خدایا را مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم.